سلام، خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم یه نقشه راه اولیه رو باز کنیم. این نقشه برای شما والدینی طراحی شده که حس می‌کنید یه سفر کاملاً جدید و شاید غیر منتظره رو با فرزندتون شروع کردید. میدونم. وقتی آدم وارد این مسیر میشه، انگار پاشو گذاشته توی یه سرزمین کاملاً ناشناخته. کلی کلمه عجیب و غریب میشنوه و یه حس سردرگمی و عدم اطمینان داره. میخوام بهتون بگم این حس کاملاً طبیعیه. برای همین ما امروز اینجا هستیم تا یه جورایی نقشه و قطب‌نما دستتون بدیم. ابزاری که کمکتون میکنه با اطمینان بیشتر و با دید بازتر قدمای اول رو بردارید. پس بیایید با هم شروع کنیم. خب، قدم اول. اصلا وقتی میگیم کودک با توانمندی‌های متفاوت منظورمون چیه؟ این یه عبارت خیلی قشنگه برای کودکی که مسیر رشد و یادگیریش یه مسیر کاملا منحصر به فرده. یعنی برای اینکه بتونه شکوفا بشه به حمایت‌ها و روش‌های احتیاج داره که دقیقاً برای خودش طراحی شده باشه. این ویژگی‌های خاص میتونن خودشون رو جاهای مختلفی نشون بدن. مثلا توی شیوه حرکت کردن و بازی کردن یا توی نحوه درک دنیا با حواس پنجگانه، گاهی توی روش فکر کردن و یادگیری یا توی برقراری ارتباط با بقیه و حتی نشون دادن احساسات. نکته کلیدی اینه که یادتون باشه اینها تفاوت هستن، نه نقص. حالا برای اینکه بتونیم بهترین حامی برای فرزندمون باشیم، باید یه زبان مشترک پیدا کنیم. یعنی با یه سری اصطلاحات کلیدی آشنا بشیم. وقتی این کلمه‌ها رو بفهمید، خیلی راحت‌تر میتونید با متخصص‌ها حرف بزنید، منابع مختلف رو بخونید و با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرید. اولین کلمه‌ای که احتمالاً زیاد میشنوید، رشد هست. رشد مفهوم ساده‌ای داره. به تمام تغییرات فیزیکی بدن که میشه اندازه‌گیریشون کرد میگیم رشد. چیزهای مثل قد، وزن یا دور سر که دکتر توی نمودار برای کودک ثبت میکنه. اما کلمه مهمتر تکامل هست. تکامل دیگه فقط مربوط به جسم نیست، مربوط به کیفیت، به مهارت هاست. اینکه کودک یاد میگیره بشینه، اولین کلماتش رو میگه یا یه پازل ساده رو حل میکنه. همه اینها بخش‌های شگفت‌انگیز سفر تکامل هستن. حالا، گاهی وقتا پیش میاد که یک کودک به این مهارت‌های کلیدی که بهشون نقاط عطف تکاملی هم میگن، اونجوری که انتظار داریم سر وقت نمیرسه. این یه جور زنگ خطره که به ما میگه باید با دقت بیشتری نگاه کنیم. به این وضعیت میگن تأخیر تکاملی و نشون میده که شاید یه چالش زمینه‌ای وجود داره که باید بهش رسیدگی بشه. و دقیقاً همینجا به یه سوال فوق‌العاده مهم میرسیم. آیا این چالش‌ها یه جور بیماری هستن که باید دنبال درمان و ریشه‌کن کردنشون باشیم؟ درک جواب این سوال میتونه کل نگاه شما به این سفر رو تغییر بده. بیایید به این دوتا کلمه خوب نگاه کنیم. بیماری و اختلال. ببینید توی بیماری مثلا سرماخوردگی یه عامل مشخص مثل ویروس وجود داره و هدف ما هم اینه که اون عامل رو از بین ببریم. اما توی اختلال ما با یه الگوی عملکردی متفاوت توی مغز یا بدن طرفیم. اینجا هدف ما درمان کامل به معنی از بین بردنش نیست. هدف مدیریت چالش‌ها و توانمندسازی کودک تا بتونه به بهترین شکل ممکن زندگی کنه. این تغییر کوچیک توی دیدگاه واقعاً همه چیز رو عوض میکنه. خب، برای اینکه این دنیای پیچیده رو بهتر بفهمیم، متخصصا این چالش‌ها رو از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌کنند. این کار به ما کمک می‌کنه تا یه نقشه راه دقیق‌تر و شفاف‌تر برای خودمون داشته باشیم. یه راه برای فهمیدن این چالش‌ها نگاه کردن به سطح حمایتی هست که کودک بهش نیاز داره. این یه برچسب برای کودک نیسته ها، فقط یه راهنماست برای ما که بفهمیم چقدر باید کمکش کنیم تا شکوفا بشه. مثلا آیا فقط به یه کمک کوچولو توی مدرسه نیاز داره یا به حمایت‌های دائمی و جدی‌تر در طول روز؟ بعد باید ببینیم این چالش چقدر گسترده است. آیا فقط روی یه حوزه خاص تأثیر گذاشته، مثلا فقط روی یادگیری ریاضی؟ به این میگن تک حوزه‌ای. یا نه روی چند تا حوزه با هم تأثیر داره، مثلا هم روی حرف زدن، هم بازی کردن با بقیه و هم یادگیری. این میشه چند حوزه‌ای یا فراگیر. و یه نکته خیلی مهم دیگه، مسیر این چالش در طول زمان چطوریه؟
توی بیشتر اختلالات تکاملی وضعیت غیر پیشرونده است، یعنی شرایط اصلی بدتر نمیشه و ما تمام تمرکزمون رو میذاریم روی ساختن مهارت‌های جدید. اما توی موارد پیشرونده ممکنه شرایط تغییر کنه و اونجا هدف اصلی ما حفظ توانایی‌های فعلی و بالا بردن کیفیت زندگیه. خیلی خوب، حالا که با نقشه و اصطلاحاتش آشنا شدیم، میرسیم به سوال اصلی. خب حالا باید چیکار کنیم؟ مسیر حمایت از فرزند شما معمولاً روی 3 ستون اصلی و هماهنگ با هم ساخته میشه. این 3 ستون مثل پایه‌های یه صندلی با هم کار میکنن تا تعادل برقرار بشه. ستون اول خدمات توانبخشی هست. چیزهایی مثل گفتار درمانی برای بهتر حرف زدن یا کاردرمانی برای یاد گرفتن کارهای روزمره. ستون دوم آموزش ویژه است که کمک میکنه محیط مدرسه برای یادگیری فرزند شما مناسب سازی بشه. و ستون سوم مداخلات پزشکی هست که هر مشکل سلامتی دیگه‌ای رو مدیریت میکنه تا کودک بتونه انرژی و تمرکز کافی برای پیشرفت داشته باشه. و حالا میرسیم به مهمترین بخش این نقشه. بعد از همه این تعریف‌ها و دسته‌بندی‌ها میخوام بدونید که قدرتمندترین و اصلی‌ترین نقش توی آینده فرزندتون نقش شماست. لطفاً این جمله رو به خاطر بسپارید. آینده یک کودک یه سرنوشت قطعی و از پیش نوشته شده نیست. آینده فرزند شما روی سنگ حک نشده. پس چی آینده رو میسازه؟ خب عوامل مختلفی هستن. ولی تحقیقات بارها و بارها نشون داده که مهمترین متغیری که دست شماست و بیشترین تأثیر رو داره دقیقاً همینه. یک خانواده حامی، آگاه و صبور. شما میتونید بزرگترین تفاوت رو توی زندگی فرزندتون ایجاد کنید. و این یعنی قوی‌ترین ابزاری که شما در اختیار دارید. استفاده از فرصت طلایی هست. یعنی اقدام زود هنگام. مغز بچه‌ها توی سالهای اول زندگی فوق‌العاده انعطاف پذیره. هرچی حمایت‌ها زودتر و آگاهانه‌تر شروع بشن، شانس ما برای ساختن مسیرهای جدید و بهتر شدن مهارت‌ها به شکل چشمگیری بالا میره. پس حرف آخر اینه: دانش قدرت شماست. شما دیگه یه تماشاچی نگران نیستید. شما مهمترین عضو تیم فرزندتون و قهرمان اصلی داستان رشد اون هستید. و با این جمله این بحث رو تموم می‌کنیم. شما با داشتن این نقشه دیگه یه مسافر سردرگم نیستید. شما حالا یه راهنمای آگاه و توانمند برای فرزندتون هستید. شما برای این سفر کاملاً آماده اید.